حکم تبریک و تهنئت با فرا رسیدن ماه رمضان چیست؟ سوال: حکم تبریک ها و دیداربینی هایی که مردم با فرا رسیدن ماه رمضان بین خود مبادله می کنند، چی با زیارت باشد، چی با نامه باشد، چی با زنگ ها یا پیام های موبیلی، چیست؟ آیا این کار در شریعت اساس دارد؟ جواب: الحمدلله، چون این تبریک ها و دعاها جایزند. در آنها دعا برای خیر و برکت است و این چنین شادمانی از فرا رسیدن موسم های نیک. در این تبریک ها خاطررسان کردن این فضیلت این موسم ها نیز قرار می گیرد، مثل ایدها و ماه رمضان و دهه ذوالحجه. و سخن ابن رجب در لطائف المعارف از او فهمیده می شود که پیامبر صلی الله علیه و سلم عادت داشتند که با شکوه و شادمانی از فرا رسیدن رمضان صحابگانش را خوشحال بگردانند. از این رو می توانیم بگوییم که این نوع تبریک کار خوب است و ریشه پیشینه هم دارد. پس استفاده تبریک و این تشریفات ها برای رمضان، خواه با زیارت باشد، خواه با نامه یا پیام باشد، خواه با زنگ یا پیام تلفنی باشد، خوب است. همه اینها جزء از کلمه های نیک و دعاهای خیر به شمار می رود و آن به آنچه که ابن رجب در آغاز فصل فضائل ماه رمضان یادآور شده است موافق می آید و الله سبحانه و تعالی داناتر است. شیخ ابن جبرین فتاوایی که در آنها امضا گذاشته است سنه 14 ماه 10 1432 از هجری.